آقا سلام به همگی، امیدوارم حال همه خوب باشه. به یه ویدیو یهویی سورپرایزی خوش اومدید. داستان از اینجاست که من یهویی، واقعا یهویی، یعنی به فاصله 2 روز تصمیم گرفتم که یه ماشین آفرود بخرم. چرا؟ حالا بعداً میفهمیم. ولی هیچ کس از این قضیه خبر نداره، حتی بابام. خدا شاهد، یعنی بابام الان اینو ندیده و ببینه پشماش میریزه. ماشین قبلی رو دارم بابا، یه لحظه چیز نشی، داستان نشه. دیروز من ماشین رو گرفتم با یاسین و فرزاد، با هم دیگه رفتیم کلی وسیله کمپ خرید. وسیله کمپ رو مشاهده میکنید، از سایبون گرفته، میز و صندلی گرفته، از این باربیکیوها گرفته. حالا پلن چیه؟ من امروز به بابک آریان گفتم که قراره با هم دیگه بریم یه ویدیوی ولاگ بگیریم، ولی بهشون دروغ گفتم. قراره اول بریم سورپرایزشون کنیم که من ماشین جدید خریدم، ریاکشنشون رو ببینیم. بعدش با یاسین و فرزاد و بابک آریان با هم دیگه بریم کمپ. کلی وسیله کمپ هم خریدیم. امروز قراره یه کمپ عجیب غریب یهویی با هم دیگه داشته باشیم. بریم اول ریاکشن بچه‌ها نسبت به ماشین رو ببینیم، بعد بریم کمپ. بزن بریم. آقا ما الان داریم میریم دنبال آریان، ریاکشن آریان رو ببینیم. ماشین خریدم. بعد فرزاد دیست بال، هیچ کس بجز شما دوتا، داییم، پسر داییم و ایمان نمیدونه. پشمام. هیچ کس. این واقعا فکر می‌کنم قراره بریم یه ولاگ ساده بگیریم، ولی ماشین رو ببینن سورپرایز 100% عجیب غریب. بعد یهو میخوام ببرمشون کوه کمپ. پشمام واقعا عجیب غریبه. آریان اونجاست با گوشی صحبت میکنه، نبینه. ببینم دیگه بذار. آقا آریان سلام. آقا آریان سلام. خوب هستی؟ خدا حاجی مال کیه؟ مال خودمه. دروغ میگی؟ به خدا. تینایه؟ تینای پیاده شو. کی خریدی اینو؟ روسیش. این شرف به من چرا نگفتی؟ دیگه سورپرایز. آریزو رو دارم. به خدا رفاقت هم تموم کرد. داداش مبارک. حاجی من عاشق ماشین پیکاپم. میشه شماره ها بگیری؟ جدی واقعا مبارکی. عجیبه، ما همیشه به آریان میگفتیم بعد تو اول ماشین که می‌خری آفرود بشه، ولی لایک این ویدیو به 200,000 تا برسه پیکاپ می‌خره. لایک این ویدیو واقعا به 200,000 تا برسه واقعا آریان می‌خرم. به 200,000 جون مادرتون لایک کنید ماشین. 200,000 5-6 میلیون ویوه اصلا نداریم تو. فقط باید شاهدی به تو رو قرآن یه ربات فیکی چیزی من میذارم. نه بریم دنبال بابا. آقا بریم دنبال بابا. شیشت رو پایین هست. بوده دیگه، کجا موندی؟ خفه شو 30 سایه قبل زدی. باش خلاص. سلام. خوبی؟ چه خبر؟ بیا اول به سلام کن بچه‌ها. چطوری؟ آقا خوشحالم سفیده. سلام سلام نمیاد بکن. ماشین جدید، سبک جدید. دهنت سرویس چه قرار واسه میدونه بخره تو ویدیو هم. چرا باید یه دونه بخرم؟ نه گفتم اگه 200,000 تا لایک بخوره. 200,000 تا اکانت آقا امروز قراره با ماشین جدید بریم کمپ. آها ویدیو کمپه. ولاگ کمپ. داداش بیا اینجا، عقب ماشین رو ببین، تو محصول رو نگاه. آقا رو بگیر، همه چی گرفتم. رزاق والت بخری به خاطر انبار و آقا می‌خواستم واسه انبار یه ماشین دیگه. اینم از ماشین آفرود. وسایل کمپه. بله همه چی گرفتم، صندلی، میز، سایه‌بون، تخت خواب، منقل، همه چی گرفتم آقا. موز خریدی برام؟ موزم خریدم برام. همسایه‌مون اومد. آره بچه خلاصه که همسایه‌مون بچه میخوره، هیچ وقت ندید اینجا. یه دقیقه بیا برو بلد. یه دقیقه بذار سگ کیسمو ببینن تو ماشین. چی چند؟ وای فهمیدم چی شد. اول اشتباهی زدی اینو ببری بالا. وای نه خیلی خنگی. بابا این چیه؟ این چیز داره؟ بده بالا، من نمیدونم. این نداره.
آقا برنامه چی الان؟ برنامه اینه قراره ببرمتون شمشک کمپ با وسایل و تجهیزات کافی و کامل. یه قولم من به شما داده بودم قبلا که واسط چیکن تریاکی درست کنم. قراره واسه یه جمعیت خدایی دستپختم. نمیگم خوبه چی گفتی؟ نه چیزی نه. آره فکر کردم میخواد دستپختم چیزی. خدایی چیکن تریاکی رو خیلی خوشمزه درست می‌کنم. خدا رو شکر قراره حسابی بهمون خوش بگذره چون من و تو دست به سیاه و سفید نمی‌ذاریم. همش این داره ما رو بشین تا دست سیاه و سفید و سیاه چیکن تریاکی ادعات میشه درست؟ واقعا تو چیکن تریاکی ادعا میشه. واقعا چون تریاک داره تو. نه تریاک سسش. تریاکی سس یک نوع سسیه که سس تریاکی سس سویا و عسل. آره سویا و عسل میشه تریاک. جب گیری افتادیم ما. نظر من این مکالمه رو تموم کنیم. آقا برف کتونیه مناسبی یک ندارم ساعت و نیم طول کشید تا به برف برسیم. خیلی وقت بود برف ندیدم. حالا 1 ساعت و نیم دیگه باید بریم بالا تا بتونیم کمپ کنیم. بچه این لوکیشن هست. هر کی میخواد بگه من عکاسم یه دونه عکس اینجا میدیم. من عکاسم. به جون مادرم. با احترام به همه عکاسا ولی عکاسی که عکس و لوکیشن از اینجا نداشته باشه عکاس. تو پیجش هم باید بذاره کامنت 150 تا. دخترم همیشه لگ مشکی پاشه، لگ مشکی چرب. آفرود دسترسی محلی. دسترسی از اینجا بعد دیگه مهراد گفت ببین مهراد گفت مواظب خودت باش. من نگاه بله. در این لذت آجی موز بده بابا. جدا یه موز بده. جدا یه موز بده. جدا یه خور موز بده. هزاری؟ بابک میده. 5 تا موز خریده بودیم بخوریم برای وضعیتمون. 4 تاشو بچه‌ها خوردن. چه وضعیتی بابا؟ چه وضعیتی خوبه. برات حتما عکس میفرستم. دارم موز میخورم نگوی. آره ولی من چون نخوردم مجبورم عکس بفرستم. چرا این برفا تو خود تهران نمیاد؟ چون اینجا میاد. آی ویژه شده پیاده شو. چرا؟ ویژه شده. سرده. سوال چرتومت پرسید. پیاده شو. نظر آدم باش. پیاده شو. پیاده شو. من میرم برفازی. آریا خدافظ. باز چی؟ خدافظ. دیوونه ای مگه؟ والا. رفتم. شوخی بیمزه میکنه معلومه تو کوه برفی ولش میکنم. من که خیلی بامزدم خدا رو. خدافظ. جا عقب باشو. نگی بچه‌ها رو دارن میخوابن. یعنی داری میگی که با نبوده آریان تو جات بهتره ها؟ این آدم برفی رو میبینید؟ فکر میکنی واقعا انقدر احمقی که فکر میکنه واقعا ولش کردیم؟ فکر نکنم انقدر احمق باشی که فکر کنه انقدر احمق. فکر کنم. از دنده عقب میریم سمتش. او دنده عقب هم آفرود عقب میکنه؟ داره آره. اومد. آریان بشین داداش. دمت گرم حاج اومدی دنبالم. ای بو! نه طنز کوچیکی بود سخیفم بود ببخشید بیا. جدی. انقدر از اینا بدم میاد حاجی این شوخی‌های رفیقای من. اصلا این مسخره بازی‌ها چیه؟ بیا. بخشش تا کی؟ جا کمه. بابا خفه شد دیگه. جدی سوال. بگو. برف چون تهران نمیاد. بابا خیلی خوشگله خدایی. مه حال دیگه هواه. این برفه داداش. حاجی میشه ویدیو به احمق. 50 کی لایک رسید از این خونه‌های اسکیمو درست کنیم؟ نه. سردم میشه. نه قول نمیدم. یه زمین فلت میخوام که بتونیم کمپ کنیم. نمیشه بغل خیابون که کمپ کنیم. نه تو اگه بلد بودی اینجا کمپ کردی.
بیشرم جا نیست به بلد بودن رفتیم، ولی اینجا میشد کم کم یادم باشه اونجا. بریم یه جا با صفا باشی کنار اون قراید نباشه. برم تو برف یه لحظه وایسا ببینم چرا پلاک چه گوی داری میخوری؟ خواستم یه لحظه از تو برف برم. در کسری از ثانیه تصمیم میگیریم و عمل میکنیم. این از خود روی به نظرم ملی نیست شیریه. میگم مشتی ها. میخوای این چر بری پایین؟ برم پایین. درسته ماشین آفرودی پرواز میکنه ها. ماشین آفرودی ما هم میدونیم ولی خود تو برف. حاجی تیم تو چیکار میکنه؟ ماشین آه دوتایی اومدین اینجا چیکار؟ دوتا مردن بیشرم. وای حاجی لبه مرگیم. واقعا بغل مرگیم. بغلم دررس گل. اوف کارو بگیر، کارو بگیر. خیلی باله دوستان، خیلی دوست کارو بگیر. اگر این ویدیو پخش شد یعنی هنوز زنده ایم. اگر پخش شد داداش قرار نیست اورست رو بریم. بذار کنارم اینجا. وای حاجی قلبم ریخت. آقا جا رو بگیر. شیشه است اینجا. خوبه راحت میان. آقا سگ اینجا نمیاد خفگیری کنه. تمام رسیدیم دوستان. بفرما. لعنت بکنه سره نمیخوام پیاده شم. نمیشه. من تو ماشین کم وای کمپ معنای مختلف. من همینجا ویدیو میگیرم ازتون. دمتون گرم. پیاده شو بده من اصلا. آقا اینا رو ول کن. اینجا رو نگاه میخوام بهتون نشون بدم چقدر برفه. میدونید که ویدیو تازه شروع شده، ماشینم اینجا پارک کردیم و موجی چرا برف سفیدتر از ماشینه؟ چقدر بد بود. پلن اول چیه یاسین؟ بسازمون هندل کن. آقا تو چوب جمع کن، تو منقل اوکی کن. آریا فیلم میگیره، من و تو صاحبون. بهترین شغل من دارم. چوب نداره. مگه نگاه کن باور کرد چوبو. خب آقا اول من یه دونه از آبا رو بذارم توی یخچال. مرسی. این سایبونه مارکش هم اینجاست، تا الان استفاده نشده و مشکل اساسی که داریم اینه که من اصلا بلد نیستم سایبون برپا کنم. به بچه هم نگفتم. یه زمان صفحه شهر نبود پول. اوه ایزی دیدی؟ واقعا داره خوش میگذره. فقط این چجوری میاد رو؟ احمق میدونی که بعد اینو گیر کنی یه چیزی شل بکنید راحت. سرویس غذاخوری 4 نفره ما با کمک نصف خودمون در هر جایی. حاجی خدایی بلد شدم. بله نشکنه در هر جایی از این زمین ایران زمین ما هستید. افساد بکنید. ایران زمین. بله. خفه شو کمک ایران کن. عزیزمون هر جا خواستید ما واسه نصف و کاراش رایگانه. خیلی مخلصم. اما آی ببین واقعا این کارت آنفیل خار و مادر بود. وقتی دارم زحمت میکشم واسه توی حیوان چرا اذیتم کسی که استراحت بده اینجا. حاجی خیلی آریان بهره هوشی پایینی داره. من تنهایی کسی نمیاد نه میزنم تو گوشت ها. احمق من زیست شناسی خوندم ریاضی نخوندم حاجی. مثل تو که. خیلی دوست داشتم مثل اوتدور بویز ویدیو بگیرم ولی خیلی کار سخت. آره بذار روم بود. ناراحت شدم. اینا آریان بیشرف زدی رو کج شد. چه صافت آشی. یه دقیقه دست بزن. چه صافت. تمام شد. اینم بس شد. احمد 8 تا دکمه داشت 7 تاشو من درست این کردم. صندلی‌ها بچه‌ها سرویس غذاخوری ما صندلی‌ها کاملا. اوه بچه‌ها یه چیزی 4 تا صندلی داریم. اوکی فیلم بردار که نمیشه. آره نمیشینی دیگه. ببین آره دیگه. پیاده برمیگردم خونه. برو سگی نری. سگی نری. برگردی یه سگی. وایسا فرزاد. دستکشمو بده. بچه‌ها میدونستید که اینا چرا دارن اینجوری میکنن؟ برای اینکه کمک نکن. خودت گفتی ما رو میبری. خیلی حیوانم. من که نباید بیام اینجا کمک کنم. من تو برف خوشگل‌تر نمیشه؟ خیلی قشنگ خود آسکی. دکتر رو من گفته آب میوه طبیعی بخور. گرفتی واسم؟ آره 3 تا مزه گرفتم.
یه دونه عکس ستایی بگیرید. ببین خوشگل ترین تو کامنت واقعا بگید منم دیگه. آقا یکی سر اینو بگیره. بیا سرشو بگیر. واقعا بابک آریان هیچ وقت کمک من نکرد. بچه‌ها من الان اینا رو نصب کردم، این ستونا رو زدم، این صندلی هم باز کردم. تو زدی. فرزاد. من بینو پیچو بگیر از آریان، باید آریان کل اینو کمک من کنه. بچه‌ها طبیعت بکر و طبیعت زیبای نوک قله. خب بی شرف. بگیر اینو فرزاد. من میخ میکنم تو. میخ نکن تو. نمیخواد میخ کنی تو. اون موقع کی میخواد این میخواد در بیاره؟ آخه میدونی چون من باش کامیرم کاری نداره در آوردنش. چی در نیاری؟ چم در نیارم. چطور منم؟ یا پسر. خب الان نما بکنی یعنی به عنوان یه انسان بابا چقدر قور میزنی؟ یه دونه اینو بلد نیستی بکشی. پنگوانه این قور میزنه قور. آقا تبریک میگم کاملا با آرامش و دوستی صلح. اصلا همه نفسش رو در بس کردی. نمیاد. آروم الان. جمع کردن همه اینها به حال چون بنیامین ما رو آورده کم. نگاه کنید الان نگاه کنید نمیذاره کار انجام بدم دلغک بازی هم میکنه. بچه ها اگه ویدیو کمپ میخواستن ببینن میرفتیم کسی کمپ